سلام بچه ها، اومدم بهتون یاد بدم که چجوری از این برنامه که ویزا میده استفاده کنید و ازش ویزا کارت بگیرید. خب دوستان، اول میزنیم اینجا که من لینکش براتون گذاشتم، میزنید روش، استفاده میکنیم. اینجا گفته میتونی از مارکت و گوگل پلی استور رو با این چی کنی نصب کنیم. شما از همین فروشگاه پلی نصب کنید مارکت، هر کدومش راحتی. من میزنم رو همین فروشگاه پلی، نصبش کردم. خب باید بدون فیلتر وارد بشه، فیلتر نزنید. باز میکنیم برنامه رو، اینجوری میچرخونیم اونور، رو این میزنیم. خب ثبت میکنیم، باید یک جیمیل رو انتخاب کنیم برای ثبت نام. من یک جیمیل رو انتخاب میکنم. صبر میکنم لود بشه. آها گفته نمیشه. فقط دوستان این برنامه فقط با یک ایمیلتون میشه، فقط با یه دونه ایمیل میتونید ازش استفاده کنید، یعنی حسابای دیگر نمیشه، فقط یه حساب. آی پی تون رو تشخیص میده دیگه، نمیذاره. من همون حساب اولیم وارد میشه. وارد شدم دیگه، صبر میکنم تا لود بشه. خب داره میاد بالا. همین دسترسی چی بهش میده، نوتیفیکیشن، تا جایزهایی که بهمون میده پیامش بیاد. خب دوستان الان چند تا بخش مختلف داره که من بهتون یاد میدم. بخش اولی همین خانه که زده، میتونیم بزنیم پلی نو، بازی برامون میاره، نصب کنیم و باشون امتیاز گیری کنیم. خب بیا بازی مختلفی، ولی بازی اولی که برای شما میاره امتیاز بیشتر از اینا میده، که من اولی که نصب کردم اینجاست، 979 امتیاز ازش گرفتم. یکم 36 خیلی بازی نمیکنم. حالا بک بدیم. اینجا هم بخش چیز اینه و اولین بار میتونید خودتون همه چی کنید. 100 امتیاز بهتون میده، 100 امتیاز. خب بهتون بگم دیگه، اینجا 100 اول خودش میده. هر بازی نصب کنید، خب اولین امتیازشو بگیرید، میتونید اینجا براتون یه چیز میاره، یه صفحه پر، باید دست بکشید روش، خط خطی کنید تا جایزه بهتون بده دیگه. اینجا هم خب چکه که نمیشه برای آی پی ایران. اینجا هم میتونید دعوت کنید دوستاتونو، بعد دعوت هم بهتون گفته 500 سکه بهتون میدم. اینجا هم بخش ردیمه، مال ویزا کارت داره، پیپل داره، پابجی داره، کلش آف کلنز هم داره با چند چیز دیگه. کلش آف کلنز 56 کا امتیاز میخواد برای گولد پسش، ولی پابجی هم 7000 تا جمع کنی میتونی 60 تا یوسی بزنی، که ما ویزا رو میریم. اینجا ویزا الان 10 سنتی داره، 1 دلاری داره، 5 دلاری و با 25 دلاری. خب 1 دلاریش 9200 میخواد دوستان، میتونه جمع کنید یا همین 1000 تایی که گفته 10 سنت میزنید روش، خرید میکنید. من حالا دیشب هم یکی برداشت زدم، اینجا کجا بود؟ اینجا میزدی برات میاره چند برداشت زدی. فعلا من میخوام جمع کنم بشم 1 دلار برداشت بزنم، اکانت پلی پوینت گولد کنم. خب دیگه همین دیگه. پلی نو هم بود که بازی میکرد، امتیاز میداد. امتیازات هم بخش هیستوریش اینجاست که میتونید هرچی براتون اضافه شد اینجا میزنه. خب یه همین دوستان، یه ویدیوشو میذارم براتون ساعتی همین 8 شب، الان 8 صبح، 8:58 دقیقه. فعلا تا ویدیو بعدی، خداحافظ.